از گهواره تا قبر علم آموز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، دویم درس ما درباره نگه داشتن علم حساب می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحمت میکنند که آفت العلم نسیانه، یعنی آفت علم فراموش کردن او می شود. انسانی که حرکت میکند برای تعلیم علم، تکرار میکند و حفظ میکند، برای و انسان لازم شده است آن چیزی که حفظ کرد او را نگه دارد. نگه نداشتن حفظ کرده ما این به فراموشی برد، فراموشی باشد، آفت علم حساب شده است. علم اگر با آفت رسد، دماغ از قلب ما میبرآمده است. برای همین حرکت میکردیم اون چیزی که حفظ کردیم اون را نگه داشتن را. و اضاعته ان تحدث به غیر اهله. و بازم دویم درباره علم، ضایع کردن علم حساب می رود، او را به اهل خودش نبودگی انسان به گفتن. یعنی انسانی که صحبت همون علم به لایق نیست، انسانی که همون علم را قبول نمی کند، انسانی که همون علم را شنیدن نمی خواهد، باید ما را به او نگوییم، چون که این حالنده ما علم را ضایع کردگی حساب می شویم. اولا صاحب علم باید از سخن کردن، موعظه کردن پیش نظر اندازد که در آن جماعت که هستند و در چه خیل سالند، در چه خیل سویه هستند، مثل طبقه سویه و سن آنها باید انسانها واعظ گوید. یک علم را گوییم که یک نصیحت را کنیم که همون نصیحت برای انسانها کار دهد. فقط شنیده مانده عمل نکنند و این انسانها و گوینده و این چیز ضایع کردن علم حساب می شود. برای همین برادرها از پروردگار متعال پرسیم که پروردگار باید از انسانهای شنونده کند و بازم به صورت تضرع کنیم که پروردگار همون شنیدگی همه را حفظ کردگی نگه داریم و بازم دعا کنیم که پروردگار علمی که پروردگار به قلب ما جا کرد از وی را از قلب ما از برآوردن از پروردگار پناه طلبیم، چون که این فراموشی البته برای صاحب علم، برای علم نکها این چیز آفت حساب می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.